به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب اشعار بسیار زیبای آقای مهدی سهیلی شروع میکنیم. این کتاب توسط نشر پوپک در سال 1376 به چاپ پنجم رسید و این خیلی جزو کتاب‌های خیلی قدیمی در کتابخونه من هستش که شامل کتاب‌های نگاهی در سکوت و مرا صدا کن و در خاطر منی هستش. امیدوارم که از این کتاب خوشتون بیاد. با من همراه باشید که مقدمه طولانی رو از شاعر برای شما بخونم و سپس با هم اشعار رو زمزمه کنیم. به نام خدای قلم و سخن. سالها در عمر من مهر آمد و آبان گذشت و از کمال غفلتم هر لحظه در نقصان گذشت. چشم من در زندگی نقش جوانی را ندید، این دروغ فاش پنهان آمد و پنهان گذشت. در شتاب عمر فرداها همه دیروز شد، نارسیده نوبهاران پس تابستان گذشت. سپاس خداوند توانا و نعمت بخش را که توفیقم بخشید و عمری عطا فرمود تا چندمین چاپ دو کتاب نگاهی در سکوت و مرا صدا کن را در یک کتاب به پیشگاه خوانندگانی که همچون جان دوستشان دارم پیشکش کنم. خداوند بزرگ می‌داند که انبوه نامه‌های مهرآمیز دوستداران شعر ناچیز من از دور و نزدیک و ایرانیان سراسر جهان برای به دست آوردن کتاب‌های نایابی چون سرود قند، عقاب، نگاهی در سکوت، مرا صدا کن و در خاطر منی تا چه پایه به این دلباخته مردم افتخار و شرم می‌بخشد. افتخار از آن که هنوز آفتاب مهرشان بر ذره‌ای چون من پرتوافکن است و مستدام، و شرم از آن که چرا در انتشار مجدد کتاب‌ها تعلل می‌ورزند. چه کنم؟ کینه‌ها در من مسامحه می‌آفرینند. آنگونه اسیر حب و بغض این و آنم که شرح آن دشوار است و کار این عداوت‌ها و سینه تنگی‌ها در 6 سال پیش حتی به دانشگاه کشیده شد. آقای مشهدی که در دانشکده ادبیات شفیع شعر ایران شده است و خود هم نظم و نظمکی فراهم می‌آورد، از راه عناد و رشک جزوه چاپ کرده و در آن نوشته است: من نام 20 تن شاعر را در برابر دانشجویان بر زبان راندم و از آنان خواستم که محبوبیت و شهرت آن شاعران را ارزیابی کنند. شما را به خدا استاد دانشگاه و کار دانشگاهی را ببینید. نتیجه چنین شد: فلان شاعر 87%، بهمان شاعر 66%، عمر شاعر 37%، زید شاعر 29%، و به همین گونه آراء دروغین را ذکر می کند و درصدها تحلیل می رود تا می رسد به مهدی سهیلی که فقط 15% دانشجویان به او علاقه داشتند و شهرت او نیز 15% آن دیگران بوده است. از سوی دیگر دم خروس را در جیب آقا معلم می بینم که همان دانشجویان با من به مصاحبه و مکاتبه نشستند و گفتند بیشترین دانشجویان شعردوست و شعرشناس در کلاس ما شیفته شعر شما هستند، ولی استاد کینه‌توز و سینه تنگ از شنیدن نام شما خشمگین می شود و ما ناگزیریم برای اینکه نمره‌ای از او برباییم به میل او رأی بدهیم تا بدین وسیله آبی بر آتش دلش بزنیم. به چند تن از آن دانشجویان عزیز و نازنین گفتم: ابوسعید ابوالخیر را گفتند فلان عارف نما خود را خروار می‌داند و شما را ارزن. ابوسعید گفت به او بگویید من ارزن هم نیستم، آن ارزن هم خودتی. اینکه شما هم به استادتان بگویید من از تو رأی نمی‌خواهم، رأی مرا مردم دادند، آن 15% هم خودتی. بگذارید. دوستان مهربان و سخنشناسان بیکینه می‌خواهند که من بمانم و بنویسم و بگویم و نغمه سر دهم و نمایی از دردهای خود را
که جز درد مردم نیست به دست چاپ بسپارم و دشمنان و رشکمندان عزیز و بزرگوار آرزو ماندند که زبان بربندم و قلم را بشکنم و خاموش بمانم، نه خاموش که نابود. اما دشمنان من از سلسله خوانندگان نیستند، بلکه از تبار شاعرانند. نه همه شاعران که با بسیاری از شاعران ارزشمند الفت دیرینه دارم، و آن بعضی ها هستند که از دور و نزدیک دشنام می‌دهند و پیغام که چرا شعر می‌آفرینند، تا کی می‌جوشد و می‌خروشد و نمی‌دانند که من زبان بربستن نمی‌توانم. شعر من نشتری است بر دمل‌های روحی و قرحه‌های عاطفی من شاعرم، نه شعرساز که بتوانم لحظه‌ای از گفتن بیارامم. در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. چه نیمه شبها که نیروی شگرف مرا از بستر برمیخیزاند و ساعتها شب خود را به روز بدل میکنم و در دل میجوشم و میلرزم و میخروشم و مینویسم و باران اشک باغ شبم را آبیاری میکند و جز خدای علیم هیچ کس نمیداند چه حالتی دارم. من وجودم همه درد است، دردی است که دیگران نمیشناسندش. از هرچه خویشاوند است بریده‌ام، زیرا سیر آنان در جهانی مادی است که نه تنها من از آن بازیچه ها در گریزم، بلکه تک تک سلول هایم نیز از آن مقوله ها گریزان است. خدای بسیاری از خویشاوندان من طلاست و من در شعر موسی، در کتاب سرود قرن فریادی در این زمینه دارم. من با شعر خویش سرخوشم، مستم و در آن مستی ها و از خود بیخبری ها حس می کنم که نیرویی تقریر می کند و مرا به تحریر برمی انگیزد. با چنین جهانی وقتی از خویش می برم و در خویش گم می شوم، دیگر چگونه خویش و خویشاوند بشناسم؟ آنکه می گوید بگو خود دیگر است، باده از ساقی و از من ساغر است. صید شعرم او بود صیاد من، داند آن کو بشنود فریاد من. با آنکه مدعیان توبه نامه مرا در دیباچه لحظه ها و صحنه ها خواندند که نوشتم من هیچم همه شمایید، من آن صفرم که در سوی چت اعدادم باز آرام نگرفتن و من هر روز باید زیر لب بخوانم که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاسات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. در اینجا و آنجا و هر محفل و هر گوشه که به چنگشان افتد میخروشند و غر میزنند و فریاد که چرا مردم مجموعه شعرهای سهیلی را میطلبند و یاران و دوستان من پاسخ میدهند که با مردم بجنگید و علت را از زن و مرد و پیر و جوان این مملکت جویا شوید. ای خواننده محبوب، از شما میپرسم با این دسته از شاعران عزیز و عزیزان شاعر چه باید گفت؟ اینان به زبان حال میگویند تو مباش تا ما باشیم و تو ممان تا ما بمانیم، وگرنه عرصه زمین بر کسی تنگ نیست. با ایشان چه باید کرد که بر سر مهر آیند و برای دوستی چون من آغوش بگشایند؟ آخر این مشکل ایشان است یا مشکل من؟ در آن سالها میگفتند چون سهیلی در رادیو دارای تریبون است شعرش هواخواه دارد، وگرنه یک تن شعر او را نمیخواند. دیگر امروز چه میگویند؟ امروز من گوشگیری بیش نیستم و سر در گریبان خیش بردم. روزی میگفتند سهیلی دشمن تراش است و بدزبان، و امروز هرچه دوستی به سویشان دراز میکنم از راه خشم پس میزنند و هرچه با ارادت ورزی و خوش زبانی ندا در میدهم که ای دوست، ای رفیق، ای شاعر، ای همه دانش، ای همه احساس، ای همه بزرگ، سینه را از کینه ها خالی کن که من افتاده ای بر خاکم. تو سخن آفرینی، تو شاعرترینی و من خاکساری بیش نیستم، ولی دریغا که کینه هایشان جای خود را به مهر نمی بخشد. ای دوستان شاعری که به من مهر ندارید، من دل به مردم سپردم و همینانند که تشریف
افتخار بر قامت ناساز بی اندامم پوشانده و گل محبت بر سینه‌ام زدن. آیا باید به پاداش این مهر با مردم بجنگم؟ خواننده گرم جوش و محور، مرا ببخش که به جای با تو سخن گفتن درد دلهایم را به پیشگاهت آوردم. اگر با تو نگویم با که بگویم؟ امیدوارم از اینکه گوشه هایی از دردهایم را با تو قسمت کردم ملال انگیزی مرا به سایه بخشایش بگذاری. مرداد ماه 1363 مهدی سهیلی. اما یه به جای مقدمم هستش که قطعه هایی پراکنده از کتاب هنر چیست نوشته لئون تولستوی هستش که ترجمه کاوه دهقان هست، ولی چون خیلی زیاد میشه و از حوصله کتاب شعر خارج میشه من برای شما نمیخونم، فقط یک توصیه بسیار مهم رو براتون از ناشر میخونم. یکی از ویژگی‌های مشخص و ممتاز و حتمی شعر وزن و آهنگ است که بدون آن هیچ کلامی پروانه ورود به قلمرو شعر را ندارد. سالها بر شعر پارسی رفت که گروهی شیاد به سبب بی‌هنری و ناشاعری و به علت عدم توانایی در آشتی دادن میان وزن و مفاهیم بر نعش‌های بی‌هنرانه و گفته‌های ساده مشکل نمای خود نام شعر نهادند و مطالبی را که میتوان افقی نوشت از حسرت شاعری عمودی و به شکل شعر نوشتند و به خورد گروهی ناآگاه دادند و به فریب ساده دلان پرداختند و دیدیم که به زمانی اندک شعر و شاعرش مضمحل و نابود شدند و از یادها رفتند. دوستان من، آگاه باشید. سخن بی وزن اگر مفهوم باشد نثر است و اگر نامفهوم یاوه و ژاژ است. البته هر یاوه موزون هم شعر نیست و چه بسیار در کتاب‌ها و روزنامه‌ها و مجله‌ها مطالبی را خوانده اید که وزن و قافیه و ردیف هم دارد، اما نه تنها شعر نیست بلکه لکه‌ای است بر چهره شعر پارسی، زیرا یکی از شروط شعر وزن است، ولی خلق یک شعر علاوه بر وزن هنرها می‌خواهد که یکی از آن نعمت‌های هنری نصیب وزن پردازان سر به هوا نشده است و در اینجا جای بحثش نیست. باری وزن شعر به سخن تأثیر و جمال و جلال و جلالت و نفوذ در خواننده و شنونده می‌بخشد. با یادآوری این نکته اگر می‌خواهید به طور کامل از شعر لذت ببرید، شعر را حتما با صدای بلند و با حالت دکلماسیون بخوانید که خود از راه گوش هم لذت وزن را دریابید، وگرنه یک شعر متعالی خاصیت یک نثر خوب را پیدا می کند و ادبا می دانند که ارزش یک نثر خوب بسی کمتر از یک شعر زیباست. به عبارت دیگر اگر شعر را آهسته بخوانید بی آنکه خود بدانید یکی از ابعاد شعر را که وزن و آهنگ نام دارد و یکی از مشخصات مهم شعر است از آن باز گرفته اید و شعر را تا حد نثر یا نثرهای شعرنما تنزل داده اید. علاوه بر ویژگی‌های دیگر که شعر خوب باید داشته باشد، وزن شعر طعم کلام را بهتر و شیرین‌تر در کام جان و روح و عاطفه شما فرو می‌ریزد. بار دیگر تکرار می‌کنم حتما شعر را در هر هنگام با صدای بلند بخوانید تا از لذت شعر بیشتر برخوردار شوید. امید است که این موضوع بس مهم را از یاد نبرید. خب اولین شعر این مجموعه به نام نگاهی در سکوت هستش. خداوندا به دلهای شکسته، به محرومان در غربت نشسته، به آن عشقی که از نام تو خیزد، بدان خونی که در راه تو ریزد، به مسکینان از هستی رمیده، به غمگینان خواب از سر پریده، به مردانی که در سختی خموشند، برای زندگی جان می فروشند، همه کاشانه‌شان خالی ز قوت است، سخنهاشان نگاهی در سکوت است، به طفلانی که نانآور ندارند، سر حسرت به بالین می‌گذارند، به آن درمانده زن که از فقر جانکاه نهد فرزند خود را بر سر راه، به آن کودک که ناکام است کامش، ز پا می‌افکند بوی طعامش، به آن جمعی که از سرما به جانند،
ز آه جمع گرما می ستانند. به آن بی کس که با جان در نبرد است، غذایش اشک گرم و آه سرد است. به آن بی مادر از ضعف خفته، سخن از مهر مادر ناشنفته. به آن دختر که نادیدی گناهش، عبادت خفته در شرم نگاهش. به آن چشمی که از غم گریه خیز است، به بیماری که با جان در ستیزه است. به دامانی که از هر عیب پاک است، به هر کس از گناهان شرمناک است. دلم را از گناهان ایمنی بخش، به نور معرفتها روشنی بخش. 29 اسفند 1350. نام شعر بعدی وحی هستش. در آن ایام خاک فتنه‌خیز مکه، یعنی مهد بدکاران، درون ظلمت جهل و تباهی دست و پا می‌زد. توانگر آتش حسرت به جان بینوا می‌زد، ستمکش بر در هر خانه دست التجا می‌زد. شبانگاهان نوایی غم‌فزا در نای مرغ شب گره می‌خورد. سحرگاهان خروس صبح اگر می‌خواند، گروهی تیره جان بی سعادت را سلام می‌زد. به هر کس می‌رسیدی حربه الحاد در کف داشت. رهی گر پیش پایی بود، راه ننگ و پستی بود. وگر رنگی به رویی بود، رنگ بتپرستی بود. محبت، مردمی، انصاف، پاکی، پاکندیشی میان توده ها گم بود. چپاول، زورگویی، ناجوانمردی، تبهکاری یگانه کار مردم بود. در این هنگامه ها مردی غمین با چشم تر هر شب به کوه نور در غار حرا می رفت. همه شب با غمی سنگین به بال مرغ اندیشه، ز کوه نور تا عرش خدا می رفت. لبش خاموش بود اما سراپایش پر از فریاد، به پرواز خدایی تا دل بی انتها می رفت. تنی لرزان، دلی ترسان ز بیم حق تعالی داشت، و در آن غار تنهایی روانی روشن از کروبیان عرش اعلی داشت. بدان این مرد برتر آشنای راز سرمد بود، که از دلبستگی‌ها و تعلق‌ها مجرد بود. ستوده بود و پاکان جهان آفرینش را سرآمد بود. نفس را نکهت جاوید میبخشم به نام او. مهین پیغمبر عالم، همای عرش پرواز خدا، سیر فلک پیما، ابرمرد جهان، آموزگار ما محمد بود. بلی او آن یگانه، آن فلک سیر خدا پیوند، به همراه دلی نورانی و عزمی گران چون کوه، ز کوه نور شبها دیده بر ام القری می‌دوخت و در اندوه جهل مردم ام القری می‌سوخت. به ماه روزه یک شب کوه نور آبستن رمزی خدایی شد. شبی رخشان ز بام آسمان آبی مکه، ندانم عرشیان از خوشه پروین به دربار محمد در حرا گل می‌فرستادند و یا با ریزش صدها ستاره آسمانی ها زمین را بوسه می‌دادند. شبی حیرت فزا دست خدای آسمان ها بر سر کعبه گل مهتاب می‌پاشید. به چشم مردم ام القری در آن شب روشن، ز بام لاجوردی سرمه‌های خواب می‌پاشید. در آن مهتاب شب غار حرا خورشید در خود داشت. محمد در دل غار حرا در خویش گریان بود. شبستان وجودش پر ز نور پاک یزدان بود. در آن هنگامه شهر مکه بود و خواب و مدهوشی. محمد بود و شور جذبه و بانگ نفسهایش.
در آن شب حال مهمان هری نقشی دگرگون داشت. شراری بود از دنیای غیبی در سراپایش. دل کوه هری شد گرم، گمان کردی که نبضش بی امان میزد. تو گفتی میدود نور خدا در جوی رگهایش. به کوته لحظه‌ای چشم محمد گرم شد از خواب، ولی در خویش حیران بود. به ناگه برق زد در پشت چشمش، دیده را وا کرد. ز پشت دیدگان تا عرش نوری را تماشا کرد. به خود لرزید از وحشت، نگاهی پر ز اندیشه به سوی آسمان ها کرد. دهانش باز ماند از حیرت نوری شبانگاهی. صدای نبض خود را می شنید از دهشتی سنگین. به دیدار شگفتی ها ز جای خویشتن برجست. عرق چون شبنم سردی به چهره روشنش بنشست. غریوش در دل کوه هری پیچید، فغانش از زمین بر رفت و در عرش خدا پیچید. به بانگی پرتضرع گفت کریما، کردگارا، پاک یزدانا، خداوندا، حکیما، مهربانا، بی نیازا، بی همانندا، ببخشا بر محمد لطف جاویدان سرمد را. بگیر از مهربانی دست لرزان محمد را. مرا در کشف راز غیب یاری ده، به جان من توان پایداری ده. کریما سخت حیرانم، چه میبینم نمیدانم. محمد بود و نوری از زمین تا بی نهایت ها. محمد بود و در دل زین معماها حکایت ها. دوباره موج آهنگش طنین افکند زیر گنبد گیتی. من امشب سخت حیرانم، چه میبینم نمیدانم. عجب نوری این نور شگفت امشب. کجا خورشید و ماه آسمانی این ضیا دارد؟ نگه چون میکنم دنباله تا عرش خدا دارد. کریما سخت حیرانم، چه میبینم نمیدانم. محمد در سخن با خویش بود آنگاه، چون تندر نوایی آسمانی در دل غار هری پیچید. صدایی در زمین از سوی عرش کبریا پیچید. در آن دم حق تعالی بنده خود را ندا می‌داد. محمد مات و حیران گوش بر بانگ خدا می‌داد. بخوان های ای محمد، گفت من خواندن نمی‌دانم. ندا آمد بخوان، با من بخوان ای امی مکه. به ناگه چشمه نوری به جان پاک او تابید. دوباره این ندا آمد بخوان ای بارگاه کبریا را بهترین بنده. بخوان بر نام قدس پرشکوه آفریننده. خداوندی که انسان را ز خون بسته می سازد. بخوان بر نام پاک خالق اکرم، به نام آنکه دانش را به نیروی قلم آموخت. به نام آن خداوندی که از رحمت به جان مردم نادان چراغ معرفت افروخت. محمد از شکوه وحی می‌لرزید در آن ساعت. محمد بود و شهر مکه و وحی خداوندی. پس از آن شب جهان داند که در گفتار پیغمبر سخن از عشق حق بود و حدیث آرزومندی. محمد از دل ام القری این نغمه را سر داد که ای انسان، خدا یکتاست، به جز یکتا پرستی هیچ راه رستگاری نیست. به دیگر راه ها گر پا گذاری غیر خواری نیست. در این آیین جاویدان لب خود را فرو بند از سپیدی و سیاهی ها. تو را تا کی سخن از قصه رنگ است؟
در این آیین سخن از رنگها ننگ است. به کیش راستین ما گرامی‌تر بود آن کس که در وی گوهر تقواست. گر از شرق است ور از غرب است، گر از روم است ور از زنگ است. چه گویم از شکوهت ای محمد ای مهین فرزانه عالم؟ مرا پای سخن لنگ است. ز تو فرزانه تر در پهندشت آفرینش کیست؟ ستایش را توانم نیست میدان سخن تنگ است. ولی با جاودان نام تو هر روز و هر شب در دل گیتی، بهین گلبانگ جاویدی است سخن از تو به بام 7 اورنگ است. ابر مردا زبانی نیست گلبانگ حقیقت را، به یاد تو ز مهد خاک تا نه گنبد افلاک. همیشه هر زمان هر شب نوازشگر نسیم بانگ توحید است. طنین افکن نوایی گرم آهنگ است. تیر ماه 1350. نام شعر بعدی دام آشنایی هستش، به نام به آنان که در آشنایی با هم بیگانه‌اند. ما دو مرغیم از دو اقلیم جدا، آشنا در عالم بیگانگی. مرغ طوفان بودم و صیاد بست پای من بر پای مرغ خانگی. من نه آن مرغم که دل بندم به خاک، تو نه آن مرغی که دانی درد من. زندگی در خاک زندان من است، گر پرم هرگز نبینی گرد من. گر کند صیاد از دامم رها، سینه می سایم به چین موجها. برگشاید بند اگر از پای من، می رود پرواز من تا اوجها. نیست یکسان خوی ما آواز ما، سخت باشد صحبت زیبا و زشت. ما دو تن هستیم و دام ما یکی، از دو اقلیمیم با یک سرنوشت. نیست در من رغبت اندام تو، نیست در تو شوکت پرواز من. من ندانم معنی آوای تو، در تو ننشیند غم آواز من. نغمه ما نغمه همرنگ نیست، زان که با دنیای من بیگانه ای. آشیان من دهان موج هاست، تو گرفتار هوای لانه ای. گر از این دامم رهاند سرنوشت، می پرم بر بام دریاهای دور. می روم آنجا که زیر پای من موجها سازند دیوار بلور. زیر چتر آسمان سبز سبز می شوم بر اسب دریاها سوار. سینه می سایم به آهنگ نسیم بر پرند موجهای بیقرار. تا جهان جانمان از هم جداست، دل درون سینه من آرام نیست. من ز دام آشنایی رنجه‌ام، مایه دلبستگی در دام نیست. ما دو مرغیم از دو اقلیم جدا، آشنا در عالم بیگانگی. مرغ طوفان بودم و صیاد بست پای من بر پای مرغ خانگی. 10 اسفند 1350. نام شعر بعدی شکایت هستش که برای پسر هوشمندم سوها نوشته و آفریده شده. ای سوها، ای اختر شبهای من، ای چراغ روشن فردای من. ای نگاهت از چمن گلخیزتر، وی لبت از می شرارانگیزتر. ای دو چشم تو دو شمع روشنم، ای صفای جان و نیروی تنم. چون پرستو پرزنان از دورها، آمدی از سرزمین نورها. آمدی تا بندی دنیا شوی، در سفر هم کاروان ما شوی. آمدی در عرصه بیدادها،
تا شود کر گوشت از فریادها. همسفر با ما شدن رنجاور است، جای می خون جگر در ساغر است. ما همه صیدیم و دنیا دام ماست، جان سپردن در قفس فرجام ماست. سروری ها در کنار بندگی است، لحظه لحظه مرگ نامش زندگی است. روی هر کو با شرفتر زردتر، کامرانتر هر که او نامردتر. کام هر کس از کفت شیرین شود، دوست نه بل دشمن دیرین شود. خاطر یک تن در اینجا شاد نیست، درد هست و رخصت فریاد نیست. بی خدا را بر خدا جو برتری است، بولهب را رتبه پیغمبری است. زندگانی عرصه رجال هاست، جای موسی نوبت گوساله هاست. ای سها از آشنایان دور باش، سوی تاریکی مرو در نور باش. برگریز مهر و پاییز وفاست، گر به تو زخمی رسد از آشناست. در نگاه آشنایان دشمنی است، خنده هاشان خنده اهریمنی است. این جماعت محو آب و دانه اند، با زبان مردمی بیگانه اند. کس از ایشان آشنای راز نیست، سازشان با اهل معنی ساز نیست. دیده تا بر آشنایان دوختم، سوختم از آشنایی سوختم. ای سها اینان بسی نامردمند، در کویر خوی حیوانی گمند. با گروهی جیفه خوار و زرپرست، زندگی از مرگ جان فرساتر است. ای دریغ اینان مرا نشناختند، در قمار آشنایی باختند. کس ز نزدیکان نداند کیستم، تا بدانندم که هستم نیستم. از تو پنهان چون کنم تا بودم، در دل این جمع تنها بودم. گر گلی از باغ شادی چیده‌ام، ز آشنایان نه ز مردم دیده‌ام. آورم دو بیت نغز از مولوی، شاعر اندیشمند معنوی. ای بسا هندو و ترک همزبان، وین بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان همدلی خود دیگری است، همدلی از همزبانی بهتر است. پس زبان همدلی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. من ندانم این جماعت چیستند، همدلم نه همزبان هم نیستند. بگذریم از این سخنها بس کن، دل به سوی حق ز هر ناکس کنیم. آنکه دل را روشنی بخشد خداست، ما سوا بیگانه و او آشناست. ای سها من جز خدا نشناختم، زین سبب با گیره ده ای نان ساختم. خون دل خوردم که مانم سرفراز، تا نسایم بر دری روی نیاز. دل منور کن به نور ایزدی، تا که ایمن داردت از هر بدی. جان و دل را از بدیها پاک کن، غیر ایزد جمله را در خاک کن. 15 اسفند 1350 این شعر رو آفریده. اما یه شعر دیگه هم اینجا برای دخترشون گفتن، جامعه سبز بهار، به یگان دخترم سهیلا، که فقط چند تیکش رو براتون میخونم چون که خارج از وقت ماست. باز کن پنجره را دخترکم، فصل بهار است. به کناری بزن این پرده غمگین دلازار، باز کن پنجره را تا زند دختر خورشید بر این غمکده لبخند. تا وزد موج نسیمی به من از دامن دربند، تا دمد نور سپیدی به تو از سینه البرز. تا رسد عطر دلاویز گل از سوی دماوند، باز کن پنجره را فصل بهار است. باغ بیدار شد از خواب، دی و بهمن و اسفند. دختر کوچک من فصل بهار است. امیدوارم که از این اشعار خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید و اگر دوست داشتید این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید.
ممنونم که با من همراه بودید. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.